روز 10 مارس در مرز تاجیکستان با قرقیزستان با تیرپرانی روی داده. در نتیجه آن یک مرزبان تاجیک کشته و 2 مرزبان دیگر زخمی شدند. خبر داد در تلگرام کانالش خبرگزاری از پلیس. یک ساکن جماعت چارکوی اسفره در شرح این حادثه به از پلیس گفت مرزبان‌های قرقیزستان در موضع وحدت جماعت چارکو به حدود تاجیکستان گذشته از مرزبان‌های تاجیک طلب کردند که اینجا را ترک کنند. بین آنها تنش لفظی به عمل آمد و مرزبان‌های قرقیز اولین شده تیر کشیدند و مرزبان‌های تاجیک جواب دادند. در نتیجه تیرپرانی یک مرزبان تاجیک به هلاکت رسیده، 2 نفر جراحت برداشتند. چند دهقان تاجیک هم مجروح شدند. خبر هلاکت یک مرزبان و زخمی شدن ساکنان را بعض پلیس در بیمارستان مرکزی شهر اصفهان نیز تصدیق کردند. مقامات مرزبانی دو کشور هنوز تیرپرانی اخیر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان را شرح ندادند، ولی خدمات مرزبانی قرقیزستان گفت حادثه تقریبا ساعت 2:50 در موضع علامت گذار نشده مرز که جانب قرقیزستان آن را تسکه مینامد روی داده است. بنا به فرضیه جانب قرقیزستان، هیئت مرزبان‌های تاجیک مسیر معمولی خود را عوض کرده در یک خط نو حمایت مرز برآمدند و از مرزبان‌های قرقیز طلب کردند که این موضع را ترک کنند. مرزبان‌های قرقیز میگویند موضع تسکه علامت گذاری نشده است، ولی از سوی ساکنان قرقیزستان استفاده می شود. بنا به فرضیه مرزبان‌های قرقیز، در پی طلب خروج مرزبان‌های قرقیز با کمک مرزبان‌های تاجیک نیروهای علاوه‌ای آمدند و مرزبان‌های تاجیک با استفاده از برتری خود از نگاه شماره کوشش کردند که به خط نو مرز برآیند، ولی مرزبان‌های قرقیز به حربیان تاجیکستان امکان عملی ساختن این مقصدشان را ندادند. در نتیجه تیرپرانی سر شد. 10 دقیقه دوام کرد. از جانب قرقیزستان کسی زخمی نشده است و آسیب ندیده است. در پی این حادثه واحدهای مرزبانی در ولایت بادکند به حالت آماده باش آورده شده. بنا به اطلاع جانب قرقیزستان ساعت 11:45 مذاکرات نمایندگان نهادهای مرزبانی دو کشور شروع شده است. با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی، از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه باسی که اساساً در مرز ناحیه‌های بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان با جماعت‌های شهر اصفهان و ناحیه غفورو ولایت سوغد تاجیکستان جایگیر شدند، هر سر چند وقت بر اثر آب و زمین، چراگاه و راه مناقشه و رخ می‌دهند. این مناقشه و بعضاً به تیرپرانی‌ها می‌پیچند و باعث هلاکت مردم از دو طرف می‌شوند. خونین‌ترین مناقشه در این قسمت مرز در پایان ماه اپریل سال 2021 روی داد که در نتیجه آن از دو طرف 55 نفر کشته و 240 نفر زخمی شدند.